سلام خدمت دوستان عزیز. یه توضیحات سریع رو میخوام اینجا خدمتتون ارائه بدم در مورد این مدیریت سرمایه که گفتم. دوستان این معاملات بنده هست. 100 عدد از معاملات ما که SLTP خوردن بنده آوردم اینجا و اینجا ریختمشون رو اکسل. بعد نتایجش رو میبینید. وین ریت این معاملات من حدوداً 54%. مدیریت سرمایه سنتی که اعمال کردم اینه. من $10 ریسک کردم، $10 سود کردم، $10 ریسک کردم، $10 سود کردم. اونم آر به آر 1. این ردیفم آر به آر 2 که من آر به آر 2 رو در معاملات واقعی خودم اعمال کردم. نتایج ستون اول که نتایج سبزها TP هام هستش، قرمز ها من SL خوردم. ببینید اینجا منفی $10. نتایجی که این دو روش دادن، یکیش از کنم خدمت شما $80، همون سنتی $10 بذار $10 بردار از 100 تا معامله. بعد اون یکی تیپی 2 گذاشتیم که مثلا $10 گذاشتیم، $20 برداشتیم، $10 گذاشتیم، $20 برداشتیم، نتیجه شده $650 سود. ولی اما یه روشی داریم تو رولت. اون دوستانی که رولت رو خوندن یا آشنایی دارن، اینجوریه که تو روش رولت شما $10 میذارید، $10 برمیدارید تو آر به آر یکتون. اینجا هم آر به آر 2 شه، مثلا $10 میذارید، آر به آر 1 $10، آر به آر 2 $20. بعد $10 گام های رولت هم اینجوری که معامله اول $10 میذارید، معامله دوم $10 افزایش میدی گام تو، معامله بعدی $10 باز میذاری روش میشه $30. به محض این که یه دونه SL خوردی برمیگردی یه گام عقب، قبل از SL $30 ریسک کن، بازم ریسک میکنی. اگه آر به آر 2 برداشتی گامتو افزایش میدی میشه $40، بازم SL میخوریم، بازم برمیگردیم به اون $30. و اونایی که رولت رو خوندن اینجوری ادامه میدیم تا میرسیم به نتایج روش رولت آقای دونگای. روش اول آر به آر 1 من با وین ریت 54% منهای $100 ضرر میکنم. ولی روش رولت آر به آر دوم که اینجا $650 سود کردم، اینجا میشه $3220. حالا شاید یه $10 این ور اون ور حسابم خوب نباشه. خب اومدیم روش بعدی که اعمال کردیم روی رولت اینجوری بوده که اومدیم $10 ریسک کردیم، $10 برداشتیم. بعد معامله دوم افزایش گام 30 تا اینکه رسیدیم سیو سود کردیم. اینجا نگاه کنید چجوری سیو سود کردیم. $10 $30 دو تا 30 اینم 30 میشه $60. ما گفتیم $60 ما سیو سود میکنیم، هر $60 ما سیو سود میکنیم. به محض اینکه به $60 رسیدیم میایم همون گام اول، یعنی برمیگردیم به $10. بعد اینجوری اینو ادامه دادیم تا رسیدیم اینجا دیگه $60 نشد، TP خورد، $90 سیو سود کردیم، برگشتیم به $10. بعد ادامه دیدم نتیجه شو شما ببینید. اونایی که رولت رو خوندن باید این رولت رو بخونن تا این مطالب رو خوب درک کنن. نتیجه معاملات سیو سودی که ما $60 سیو سود میکردیم و نگاه کنید این مرحله تا برسیم به $60، حتی اینجا معامله آخرمونم منهای $50 SL خوردیم. خلاصه از سودمون کم شده. این روش $270 تو TP دوم به همون سود داده. روش بعدی که اعمال کردیم ما گفتیم آقا به جای اینکه
تو روی $60 ما سیو سود کنیم، اینجا $60 روی $60 سیو سود کنیم، برگشتیم اومدیم روی $120 ما سیو سود انجام دادیم. آربار دوز سیو سود انجام دادیم. نگاه کنید $130. حالا بعضی ها چون شده $130 علتش اینه که ما اینجا رسیدیم مثلا به $120 چون اینجا $10 اضافه شده دیگه نمیشه کاریش کرد. اینو دیگه $130 خارج شدیم، برگشتیم به $10 گام اولمون. بعضی جاها سریع رسیده حتی بیشتر هم داده، مثلا به جای $120 $190 اینجا داده، چون اینجا ماتریت هامون همش سود شده. به خاطر همین هم سریع به سودمون رسیده، هم بیشتر بهمون پول داده. خب نتیجه این عملم که نگاه کنید شده $1180 سود. بعد از این دوتا که روش سیو بودن، از روش بدون سیو و قفل سرمایه ضعیف‌ترن، ولی اینا یکم امنیتشون بهتر از مثلا این روشه. ولی من اومدم بعد کلی تحقیق و بررسی و پژوهش یه روشی که خودم به نوعی ابداعش کردم. من گفتم آقا ما یه قانون داشته باشیم، وارد معاملات بشیم با حجم و پول ثابت و گام‌های ثابت. یعنی من اومدم $10 ریسک کردم، بعد معامله بعدی $20 ریسک کردم، معامله بعدی $30 ریسک کردم، معامله بعدی $40. دو روش رولت. اینجا که SL میخوری شما برمیگردی به ما قبل، یعنی $30. من دیگه اینجا ما قبل رو به کار نگرفتم، من همینجوری ادامه دادم، ریسکم رو ادامه دادم. هر معامله $10 گذاشتم روش، من اینجا 290 300 310 320 اینجوری ادامه دادم بدون توجه به نتیجه ترید هام که SL بشه یا TP. من ادامه دادم. بعد عرض کنم اینام تیپی دوی همین معاملات هستش. اینا تیپی اینا مقدار ریسکامونه، اینم تیپی دومه، اینا مجموع سودامونه. نگاه کنید ما اینجا به $120 مون رسیدیم. اینجا دیگه ما برنگشتیم عقب، همینجوری ادامه دادیم. نتایج خیلی عجیب غریبه و رشد حساب به شدت سریع و اصلا معجزه آسا. بعد میاد نگاه کنید نتیجه هم شگرفه. اینجا $1180 ما سود کردیم، اینجا $28860 تو همون معاملات با نتایج مختلف. این نوع مدیریت سرمایه نتایج شگرفی داره. فقط باید دقت کنید وین ریتتون باید بالای 40% باشه. زیر 40% جواب میده، مثل این جواب نمیده، مثل این جواب میده، ولی درودان زیادی میخوره. مواظب باشید. این درودانشون یکم کمه ولی این درودانش یکم زیاده، ولی رشدش هم خیلی قویه. وقتی که شما رشد میکنید خیلی سریع رشد میکنید، وقتی افت میکنید تقریبا نصف رشدتون شما افت میکنید. امیدوارم که استفاده کرده باشین. اگرم که سوالی چیزی دارید میتونید بپرسید. من شاید یه دونه ویدیو مفصلی بسازم، چون قول داده بودم این ویدیو رو بسازم، متاسفانه وقت نشد. فقط این روش رو بدونید که گامتون ثابت باید باشه. مرسی از توجهتون.